تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ تومیر خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 33. سکوت سنگین از نو پر گشاد. چشم همه دیگر باره به سید فرخشاه دوخته شد. وی جانب شاه آمد، درفش را به دستش داد و گفت: عزیزان، اندیشه بنده این است که شاه همان باید برای مصلحت اول به سلام محمود شاه رود، چون من شنیدم که شاهنشاه تازه جلوس می خواهد همه شاهان اطراف با او سازش و توافق صلح و صلاح داشته باشند. اگر فرمان روای ما به سلامش رفت و بعد از این محمود شاه به شغنان دست تعرض دراز کرد، آنگاه مجبوریم که از ناموس خود دفاع بکنیم. اگر نه، نعمت بهتر از صلح و آسایش در عالم وجود ندارد. اگر امروز و فردا جهاندار شاه برسد، باز هم به سلام محمود شاه بروم. یوسف علی خان بلحنتون گپ سید را برید. اگر جهاندار شاه مطمئن می بود که سپاه شغنان و وخان بر لشکر محمود شاه زور می آید، هرگز برای یاری خواستن به بخارا نمی رفت. آرام و با صلابت پاسخ داد پیر: پس ما نباید برای مغلوبیت علنی خود به سر بدخشی ها تیغ کشیم و سر آرام مردممان را زیر غرغره گذاریم. اما اگر جهاندار شاه لشکر آورد، ما هم البته سپاه خود را به آن همراه خواهیم کرد. یوسف علی خان درفش را بالای تخت گذاشت و گفت: منظر شاه، تو چی میگویی؟ من فقط امر شاه را گوش میکنم. نظامیانه جواب داد منظر شاه: پروردگان جهانگیر چه میگویند؟ سپهسالار شغنان گلپاچا قامتش را راست کرد و ندا داد: سلاح منتظر امر توست شاهم. شاه دست بر پشتمان تخت گذاشت و گفت: هزاران شکر که لشکریان وفادار در پهلوی من هستند، اما ای پیران محترم، می بینم که دل شما با شاه و سپاه یقین نیست. شما هرچی طلب کرده اید بجا آوردم و برای انتخاب افاده بهتر دقیقه زبان خواهید و افزود. یا بار دیده اید که به مثل شاه ونجی خان شریعت را به سرتان بار کرده باشم؟ این گپ تنمانند پیران و خلیفه ها را ناآرام ساخت. به خاطر حمایت از موقع خویش کهنسالترین پیر ملک سید مرسل اجازه سخن خواست. شاها، بگیریم که من یا 5-6 تن از ما حالت وضع شده را ناحق به آ داده ایم، ولی خود میبینی که کل صاحبان طریقت از برای امانی مسلمانان و مملکت به همین خلاصه آمدند. اگر یک حوش خلقمان را برای هر یک شاهگردشی که هر سال در بدخشان اتفاق می افتد به جنگ برخیزانیم، در این قلمرو دیگر نه شاه تبعه می یابد و نه پیر مریده. بسیار تولم می کنم آرایمان را سبک نگیری. وقتی سید مرسل از گفتن زبان بربست، سید فرخشاه به تقویت سخن وی لب گشاد: شاه دولت پناه، شخصا بنده همت تو را در آبادی ملک در وعظها و خطبه هایم به مردم گوشزد می نمایم. بخصوص پول هنگفتی که سال گذشته برای برقرار ساختن جویبار پارشنیو صرف کردی، امکان داد که جان فقرا برای 100 سال دیگر از رنج عظیم بی‌آبی و چند دهه خرم از تاراج خزان نجات یابد. تا این دم امکان دست نداد که به شیوه محسن منتگزاری خلق پارشنیو و دعا و ثنای خود را برایت برسانم. حالا اجازه می خواهم
که در حضور نخبگان مملکت تمنای خود را به عرضتان رسانده باشم. پیر از کیسه‌اش دفتری برآورد و به خواندن قصیده خود در وصف یوسف علی خان شروع کرد. آواز شیردار و آهنگ موزون قرائت و بیت‌های دلانگیز شعر به تدریج فضای گرانفشار مجلس را ملایم و عصب‌ها را آرام ساخت. یوسف علی خان یگان بار فکر هم نکرده بود که سید فرخ شاه قدرت شعرگویی هم دارد. بنابراین با حیرت آشکارا به جانبش چشم دوخت و تا به آخر رسیدن قصیده حالتش را تغییر نداد. بخصوص بیت‌های آخر مدحیه: ضعیفی را به لطفی خود قرین کن، به زیر سایه شه هم نشین کن، کریما قادرا پروردگارا، نگاهش دار از کلی خطرها، مرا در سایه لطفش امان ده، امان از فتنه آخر زمان ده، خداوندا دعایم کن اجابت، نهی زلدی الهی بر رعایت، عدالت را به شه داری مسلم، چنین آمد دعا والله اعلم. و وضعی که شاه بر تخت نشسته و پیشکاران دین و دربار بارگاه را پر کرده بودند آنقدر موافق و مطابق افتادند که با رسیدن به نقطه تمت صداهای تحسین و آفرین و کفکوبی پرموج حتی پاسبانان را مجبور ساخت در را کشاده حادثه رخ داده را با چشم خود ببینند. وقتی موج تبریکات فرو نشست، یوسف علی خان از تخت فرآمده به نزد سید فرخ شاه رفت و دستش را فشرد و گفت: خیلی محبت کردی برادر، هرچی دادم پهیلتان بود. در این بین خیلی فکر کردم و به این رسیدم که شغلان را به جنگ نمی بردارم، اما به سلام محمود بیترمالی هم نمی روم. همه منتظر می شویم جهاندار شاه را، دیگر هرچی بادا باد. اهل مجلس همگی آهی سبک کشیدند و از پیدا گشتن نقطه مراسا شکرانه به جای آوردند. نیم ماه گمون رفت و حساب آفتاب در مرد از دل به سینه گذشت. هوای نرم بهار پرلطافت انگار بر بالای شغنان عنبر و عبیر می‌ریخت. زمین به کشت، دهقان به شجگار، مردم به مراسم جفت براران آماده می شدند. مال میده از اسارت عاقل و خاییدن کاه و بیده خشک رها یافته برای اشکم فریبی باشد هم در کوه و پشته های اطراف به سبزه دوک برآمد. جا جا گیلاس و زردالو گل کرده و درختان دیگر چون عروسان نوخاندار غنچه غنچه تراوت بسته بودند. در جبین آسمان گاه آذرخش تبسم فراخ میزد و گاه تندر قهقهی بلند. ساعت ابر سیاه چادر زده بر سر زمین و زمینیان سرشک علم میریخت و ساعت آفتاب حاتم بخش در سینه موجودات عالم نور زندگی می انگیخت. اما منظره های دلربای طبیعت دل درباریان شغنان را به وجد نمی آوردند. نه یوسف علی خان، نه منظرشاه، نه سید فرخ شاه، نه اعیان و اکابر دیگر با چنین آهنگ و خلاصه ختم شدن مجلس دیر انتظار و چشمدار نبودند. یوسف علی خان و منظرشاه فکر می‌کردند که پیران و خلیفه ها را به جنگ با فیض‌آباد مایل می‌سازند، ولی افسوس اهل مذهب اهل دربار را به مدارا و مراسا مجبور ساختند. منظرشاه چقدر آرزو داشت که پس از سالهای طولانی به مثل بابایش درفش کاکلزری را برافرازد و به سر دشمنان شغنان تازد و از کشته هاشان پشته سازد و آوازه در جهان اندازد. چقدر میخواست، اما از کجای سید فرخ شاه پیدا شد و آرزوی و هوسش را در پیش چشم گردن فرازان مملکت به باد فنا سپرد. چی کسی است این مرد و چه قدرتی دارد این پیر که حتی شاه هم یک گپ او را دو کرده نمیتواند؟ چه طلسمی دارند این اهل تقوا؟ سید فرخ شاه کو یک پیر صاحب حجت است و بیش از 1000 خانه و مرید دارد، اما کیکی سله سرخ استخوان پاره چی؟
در خوف از یاد خدا و خلق برآمده و مثل ابلیسک چنان گردباد برخیزان که شست آن تمام روشان را چرخاند و شاه شغنان را روی تختش لرزاند. خیریت دانایان دیار راهی به دست آوردن شفقت شاه و رها کردن بندیان را یافتند، نباشد جنجال خیلی کلام میشد. هزاران رحمت پروردگار بر قاضی خردمند رحمی خدا که در حساسترین لحظه هم مغزش نمی جوشد. خشم اهل جرگه را برگرداندنش یک طرف، راهی برگرداندن گله اسپان شاه را یافتنش منظرشاه را قایل کرد. اگر قاضی نمی بود یقیناً نه منظرشاه نه یگان جانزاد دیگر روشان 100 سال دیگر هم نمی دانست که در کدام دهه برتنگ مرد زرشوی و زرفروش زندگی می کند و 40 اسبچی لازم شود تمام ولایت را خریده می تواند. آن روز مشورت پس از جرگه وقتی که منظرشاه از زبان قاضی این خبر را شنید، در حقیقت هم از حیرت دهانش واز ماند. شوخی نکن موسفید، در روشان آباد شخص تلادار نیست و در برتنگ ویرانه از کجا پیدا می شود؟ گنج همیشه در ویرانه است اندوار. پاسخ داد رحم خدا. اگر چند سال پیش قضیه مرد زرشوی به دستم نمی غلطید من هم نمی دانستم. چی قضیه بوده است آن؟ راستش به قضیه هم مانند نبود. خنده نرم به زیب قاضی چهره نورانی او را روشنتر ساخت. سالی که حاکم روشان سلیمان خان افراشتن قلعه وامر را به آخر رساند، بسیار از بنه‌های برتنگی خراج ساختن آن را نپرداختند. سلیمان خان مرا با 2 موصل به برتنگ فرستاد. ما ده به ده گشته اشخاص قرضدار را به جوابگری می‌کشیدیم. یک روز در دهه سوناب زنی به نزدم دادخواهی آمد و قصه عجیبی به میان گذاشت. گفت که درویش نامرد غارنشین وقتی که شوهری از سفر پامیر برگشتهش برای استراحت به غار در آمده خواب میکند، سرش را قاق تراشیده چند مشت و لگد دیگر زده میترساند که دیگر به این غار نزدیک نشود. مردک بعد این واقعه مبتلای وهمک گشته تمام موی بدنش میریزد. زن از من خواست که آن غول غارنشین را به محکمه کشم. من قضیه را جدی هم نگرفتم، اما برای تسکین دل آن مومنه خطی نوشته به دستش دادم که درویش هرچه زودتر در نزد قاضی حاضر شود. 2 روز پس وقتی ما در تردد برگشتن افتادیم، یک مرد غول مانند که پوشاکش همگی از پوست خرس عبارت بود به سراغ من آمد. وی دستانم را بوسید، دامن جامه‌ام را به چشم مالید و التماس کرد که با او تنها به تنها صحبت کنم و زنهارم داد که قضیه او را به دهان مردم ناندازم. من هم در تنهایی او را پرسیدم. وی اقرار کرد که شوهر آن ضعیفه را در حقیقت ترسانده است و از بس که شفای انسان در دست خداوند است، وی فقط هر چیزی را که زنک برای جبران ضرر طلب می کند برایش مهیا کردن می تواند. بازگشت را موقوف گذاشتم و آن زن را به حضور خواستم. زنک اول حقارت عالم را به سر آن غول بشر باران که میژه‌اش خم نخورد و دم نزد. بعد طلب کرد که خانه اش را ترمیم کند، برای 2 پسرش خانه سازد، 3 انبان زمین آبی خریده به نامش وثیقه کند، 3 گاو، 2 خر و 80 سر بز و گوسفند تاوان دهد. من خواستم زن را به نگاه داشتن انصاف فرا خوانم، اما درویش گفت که هر یک طلب زن را نقطه به نقطه اجرا میکند و زیاده از این به جای 3 4 گاو، به جای 2 3 خر، به جای 80 100 سر مال میدهد. از این ادعای مرد خرسینه پوش سر من گرنگ شد و دهان آن زن پرغوغا چون همیان ناداران گشاده. مبادا برای فریب چنین وعده های آسمان خراش بدهی و برابر رفتن من از خاطرت براری، آبروی من چی می شود؟ از روی ناباوری تاکید کردم من. دا قاضی، شیر مادر پهیلم نگردد اگر در قولم ذره بخلاف روم، اما شرطم این است که این قول و قرار بین همین 3 نفر بماند. جواب داد درویش. من زن را زنهار دادم که دلش کفت هم این گپ را به گوش خودش هم پیچ پیچ نزند. زن قسم خورد. بعدهو وقتی دعواگر خرسند رفت، درویش در نزدم یک کیسه زر خام اعلی گذاشت و گفت که آن را چون حقی قضاوت بگیرم. من راضی نشدم و گفتم چیزی که بیشتر از اندازه حق زحمت است رشوه باشد و رشوه را اسلام حرام حکم کرده است.
درویش دست به کیسه برد و انگشترین طلایی به در آورد و به انگشتم انداخت و سوگند یاد کرد اگر آن را رد نمایم داد آن زن را هم نخواهد داد. من به این خاطر انگشترین را گرفتم و پرسیدم که در آن غار چه میکند. درویش تأمل زیاد کرد و بالاخره چنین جواب داد: من باور پیدا کردم که مرد خداترس و زنهارداری، زر میشویم و تجارت میکنم، اما از ترس جان به کسی نمیگویم. تو هم به کسی دهان نکشا که پدرم میگفت آنجا که زر است خالصی بدر است. من در عمرم به کسی اعتقاد نبستم، ولی تو را پیر خود گرفتم. یکی از گردش فلک کارت به من افتاد، احوال کن چیزی باشد به افتخار برادری اجرا میکنم. گاه از شاه گاه از گدا گفتند بزرگان. در کار باشد تمام ولایت را خریده به دست تو میدهم. قاضی به درویش نامه نوشت و منظرشاه زرین و شاهنیاز را به نزد او فرستاد. ولی راستی گپ دلش به وجود داشتن چنین شخص بایی که به قول رحم خدا لازم آید تمام ولایت را خریده میتواند هیچ گواهی نمیداد. اما از بس که بار هم برتنگ بالا را ندیده بود و مردمش را نمیشناخت، چنین کشایش غیر عادی را به فال نیک گرفت. 3 روز پیش وقتی که به بحرپنجه رسید، اول به بندیخانه سرای سنگ در آمد و با خوفیان حبس شده صحبت انجام داد. وی آنها را برای کار ابلهانه اشان اول سخت کاهش کرد، بعد گفت که برای خلاص کردن جانشان آمده است. بندی ها که چنین مهربانی را از حاکمشان چشمدار نبودند، زبان بر ستایشش گشودند و گفتند که اگر این بلا از سرشان رفع شود، غلامی حلقه به گوش او می‌گردند. برای من غلامیتون لازم نیست، نصیحت آمیز گفت منظرشاه. فقط می‌خواهم عقلتون را به جایش مانید و جان مردم خود را من بعد در خطر نگذارید. اکنون که کاری نمیشدنی شد، باید یک جای فکر کنیم که دل شاه را چه خیل به دست داریم تا از سر جانتون گذرد. تاوان مالش را می‌دهیم، البته جای گریز نیست، لیکن با این کار بود نمی شود. گپ اساسی آن است که به چه سبب خوفیان به چنین عمل زشت به مسخره گرفتن اراده شاهی مملکت دست زدند. انا برای چه من به نزدتان آمدم. وقتی یوسف علی خان چنین سوال گذارد، من چی جواب دهم؟ این اسنا کیکه که خاموش در گوشه نشسته بود آواز برآورد: ای خاوند روشان، تدبیر این ماجرا را فقط کیکه داند. راست گفتند که بز غرق شود هم دمش سیخ میماند. از غضب دندان سایید منظرشاه. تو موسفید خشقیده مغز، مردم یک دره را به بلای عظیم گرفتار کردی و در همین جا هم باز محمد دانایی داری. ای جوان دلاور، زبان کیکه بریده باد اگر ناسزایی در حقت روا ببیند. ولی یوسف علی خان را چه حقوق که در عوض اسب و مالش 100 بنه خوف نازنین را به گشنگی محکوم سازد و بمیراند؟ اگر شاه باهوش می بود، باید به شکر به تخت نشستنش خوفیان را می بخشید، اما این طور نکرد. تو هم در جنگ با شغنان سپه سالارش بودی، اما کینه خوفیان را به دل نگرفتی. چرا؟ چون که دلی تازه داری. پس بگو ای خاوند روشان، آیا رواست که خلق در گشنگی و خواری بمیرد تا مال و ستور کسی گوشت و چربو پر کند؟ آیا بهتر نیست که بمیرد و خوفیان نازنین زنده بمانند؟ از کجا گرفتی که فقط کیکه میمرد؟ پرسید منظرشاه که از محاکمه‌رانی دلسوزانه کیکه نیم جان نما به شگفت افتاده بود. کیکه چند بار دید، شرح داد. آستانبانی بلعجب همه را بیشتر به حیرت آورده. در این ورطه فقط کیکه قربان می شود، اما افسوس وقتی خوفیان را چون اشترام به هم میبندند، از خاک سر برداشتن نمیتواند. چخیل میبندند؟ سؤال داد منظرشاه که سخنان کیکه غرور و سنگدلی اش را شکسته بودند. رنگ اشتران کاروان، وای بر من ای خوفیان پاکیزه سریشت که دردتان را دیدم. با دل همه از این سخن بیم افتاد. در سینه منظرشاه احساس احترام به این موسفید عجایب خصلت یک باره تلاطم زد، اما برای نگاه داشتن سیاست چین بر ابرو افکند و گفت: که من به شاه باید گپی بگویم که دلش را نرم کند، نه خشمش را برانگیزد. تو آیا نمیدانی که از خوفی ها دیده در دنیا مردم ساده تر وجود ندارد؟
مگر آنها را خوفیان ساده لقب نگذاشتند؟ ای خاوند منظرشاه، آیا از این دیده دلیل روشن‌تر برای خوفیانی که سالهای سال به مزد خاک دربار شاه شغنان را میلیسند بوده میتواند؟ کدام یک خلق دیگر می بود بر وقت سرش را گرفته تا به آخر رسیدن سفت زمین می گریخت. لیکن در بحر پنجه اگر یک خوفی خدمتگار از گشنگی بمیرد، در زمان دوی دیگر او را عوض می نمایند. مگر در مدت 100 سال شاهان شغنان پاکاران ساده تری از خوفیان پیدا کردند؟ اینها ساده نباشند، گپ شاه را به همان معنای اصلیش می فهمند. گفت اسبان را جوراز کنید، جوراز کردند. گفت باشه ها را هدف راز کنید، کردند. گفت یک بز و گوسفندم را تلف ندهید، یک بز و یک گوسفندش را باقی گذاشتند. دیگر چی کنند که شاه عدالت پناه دست از جانشان بردارد؟ بله، چنان ساده گول و گرنگ هستید که شاعرتان را به نزدم فرستادید تا دلم را آب سازد و تمام روشان را به پا خیزانم که به خوف لاعلاج مدد رسانند. زهرخنده کنان گفت منظرشاه. محمد قاسم کار بزرگی به خلق خود انجام داد. جواب داد که اما یاردن به خوف همت تو بود، نه فند محمد قاسم و نه دستور که تا جهان است خوفیان نمکشناس این مردگری منظرشاه را فراموش نمی کنند. این را به کله می گیرم، اقرار کرد منظرشاه. برای همین به محمد قاسم غرض نگرفتم. منظرشاه به چند سوال دیگر خود پاسخ گرفت و همراه بندیان و چنین خلاصه آمدند که هرچی خوفیان کرده اند از سادگی خود کردند، نه از بدقصدی و نافرمانی. یوسف علی خان پیشنهاد منظرشاه را در خصوص جبران نمودن ضرر به دولت رسانده خوفیان با حیرت و ناباوری قبول نمود. روشان صغریدشت و سنگوار یا پامیر نیست که اسب ذاتی و مال سره داشته باشد. اعتراض کرد شاه. غیر از این آیا خوفیان دیولاخی ناشکر رذیل و طریق بیترمالی ارزش شفاعت خواستن تو را دارند؟ بگذار سرانشان بمیرند تا مخلوقات دیگرشان پند بگیرند. عدالت پناها، از آنکه خاوندان این مردم را گردن بزنیم نه خزینه دولت با می شود و نه یگان حیوان برقرار. بهترش اجازت بده که من به گردنشان تاوان اندازم و ضرر رساندهشان را برقرار سازم. غیر از این ما در پیش احتمال جنگ با بدخشی ها داریم و خوفیان تهمتن جنگاوران دلیر. امکانشان بده که در میدان محاربه گناه خود را با خون تنشان بشویند. این تهی آستینان در 100 سال یک اسب در خور اختخانه ما را یافتن نمیتوانند، چی رسد به 40 اسب و 100 بز و گوسفند؟ ستیزید یوسف علی خان. شاهم تا آخر ماه چریزین ضرر را تلافی میکنم. دست به سینه گذاشت منظرشاه. 40 اسب بادپا را در اختیارت میگذارم، 100 سرمال یک کچین را به عاقلت میدرارم، 40 باشه دستآموز را به میر شکار میسپارم. خدا نکرده اگر جنگ اتفاق افتد سر تا روی کتفان دارم، دشمن شغنان زمین از تیغ من در امان نخواهد بود. یوسف علی خان را ایستادگی شرافتمندانه منظرشاه سخت پسند آمد. می بینم که خون و پوست حاکم حقیقی را گرفته ای میر. تحسین آمیز نجوازت شاه. اگر چنین کار از دستت آید در حاکمیت خیلی توفیق یافته ای. گیرم به این دلیل و به حکم برادرخواندگی من و تو از خون عام بیترمالی ها گذشتم، اما شرمنده خلق گشتن شاه مملکت را با کدام متاع بپوشانم؟ چشمان یوسف علی خان از نو آلوده خشم گردیدند. یا این را هم به گردن گرفته میتوانی؟ البته برای من شرف و عاریت تو از همه چیز بالا می ایستد، اما گولی و سادگی خوفیان هم در شغنان زمین سر زبان هاست. یگان آدم هوشیار با شمشیر شاه بازی نمی کند. فقط مردم حبته و دهن یله چنین بی عقلی کرده می توانند. ساده؟ دهن یله؟ زهرخند زد یوسف علی خان. باور نمی کنم، لیکن می بینم که دلت به آنها بسیار می سوزد منظرشاه. این مخلوقان اگر ساده اند، اگر زیرک شاه شغنان را بی آبرو کردند، پس بگو به کدام دلیل من این مسخره بازان را باید زنده گذارم؟ جان تاریکشان را به من ببخش شاهم. دیگر چه جزایی که در حقشان روا بینی اختیار با توست. یوسف علی خان گویا تب بلندگشته بدنش را می سنجیده باشد، دست بر پیشانی نهاده مدت فکر کرد و عاقبت خلاصش را چنین بیان ساخت.
به خدا سوگند اگر قباد خان هم شافعشان می بود گپش را نمی گرفتم، اما از روی تو گذشته نمی توانم. تا فردا وقت هست چنان جزای برای بیترمالی ها بیندیشم که ریش آخرین پسر نبیره اشان ابدالابد بریزد. منظرشاه با نشان منتداری دست شاه را بوسید و گفت برای تو سرم را فدا، جانم را قربان سازم، باز هم کم هست شاهم. رحمت خداوند نثارت باد. و چون دید که چهره شاه گشاده شد افزود اگر اجازه فرمایی قباد خان را با خود بر روشان برم. تمام شرایط برای شاهزاده آماده است. روی یوسف علی خان ترش گشت. معلوم که پسرش حالا هم همان احمد پارینه است. نه صلاح نمی بینم منظر. تا روشن گشتن مشکلمان به فیض‌آباد در اینجا باشد بهتر. تو حساب کار را در آنجا درست یافته ای. وی که رفت رغبت و ارادت سست می شود. ملک آرام گردد بعد می بینیم. شاهم بنده با تمام قابلیتم خدمتگار بیش نیستم، ولی حضور اولاد شاه در حاکمیت چیز دیگر است. اگر از قباد خان دلت پر نباشد اسلم خان یگان کمبود ندارد. اسلم خان با آهنگ ممنونیت تکرار کرد یوسف علی خان. بله، اسلم خانم بچه درست و خوشنمود است، لیکن حالا شاخدره را به او سپاریدم. در روشان تو را دارم، ولی در آن دیار دلم به هیچ کس آب نمی خورد. برای همین میانت را محکم بند و از پی دولتداری شو. انجام گفتار 33. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.